دختر شما فرق داره انگار برام، همه چیو میسازم فقط بدید به ما زمان. 4 ساله فقط همینو میگی، جنازشم نمیندازم رو دوش تو یه لاغبا. آقا به خدا این شرایط جون به سرم کرد، همه چی جلو میره و جیب من مونده عقب‌تر. استرس کشته منو نمیاد پوست لبم در. اصلا شما بگید من کاریم مونده نکردم، چطور خونه ماشین داره پسر حاج ولی؟ آقا اون با نخت جیب باباش بافته بافتنی، اصلا همون باباشم یه جا شروع کرده. بله الان دلار 130,000 ولی اون ساخته با 400. وقتی معلم میزد تو گوش ماها که چرا پارس لباسمون نو بود رو پوشه آقا، ما سر زانوامون زخمی شده تو کوچه بازار، اون کفشاش تو بارون گلی نشدش رو دوش باباش. دیگه شد و نشدش به من چه، عوضش الان میخوره دخلش به خرجش. من نمیخوام دخترم سالی یه بار بخنده یا کل زندگیش بشه استرس و یه بند فس. خب آقا ما هم اینجاییم بعد کلی حمالی، راستش تقصیر بعد روزگار امانی. باشه حالا سر تو بگیر بالا، بهش فکر میکنیم بعد اینکه برگشتی از سربازیت. افتادم خونه یه چند شب لش و مغزم آروم میکرد منو، حریف قلبم نشد ولی بذار در بیارم این یه شرطم تشو. صبح که شد پست کردم دفترچمو، چی بگم لابد این بوده قسمت، بگذریم از داستانا و سختی های خدمت. معمولا میدیدن منو که فقط تو فکرم، از تک تک روزای پادگان دارم نفرت. ببین اونجا میزنن تو حالت، صبح زمین و تیز زدم و شب و توالت. اختیاری نداری اختیار میدن اونا بهت، فقط تو فکر اون بود که میشدش روزا تی. آسمون بارونی نی ولی چشات مستعدشه، به خودم میگفتم یکی اون بیرون منتظرته. دل خوشی نداری تو اون قفس، فقط به بغض لعنتیم دلم بود خوش نترکه. روز آخر که زدن برا مهر تایید، یادمه به چشاش فکر میکردم کل مسیر. رسیدم خونه و زنگ و زدم، مامانم گفت چه خوشحالم پسرم تو پشت دری. نشستیم پای میز تا دستا رو آب زدیم، گفتم آخر هفته بریم خواستگاریش کاشوری. دیدم مامان منومن میکنه، گفتی رو عروسیش بود با پسر حاج ولی. همه سگو زدن اومد جلو چشام رد شد، همه جواب سوالای دلم به ما ند شد. نفهمیدم چند ساله میباره چشام اشک، نفهمیدم چند ساله مشتی لباسم. خب اینجوری غم میگیره آدما رو، هر یه چند سالی تنها کسی بودم که سیگاری شد بعد سربازی. شرایط میشه برات سخت به سر باشی، خودمو مهمون کردم به صرف چند تا تیغ.